دارن اهانت کردن شکرستانی آقا چرا ظلم کردید اگه یه بسیجی مظلوم یه بسیجی رو توی شهره که محل رو که کشتا شما تشکیلات قاتل اومدید حتی نمیتونید تشکیلات بابای قاتل بیایید برای چی از امکانات سپاه از وقت سپاه نیروی سپاه آوردی تشکیلات قاتل منو تهدید کردن نمیدونم عراضه روماش مزاحمت شدن اینجا اعلام میکنم اگر کشته بشم مسئول آقای عراضیه اینجا دارم اعلام میکنم امنیت جانی ندارم 40% جانبازم 28 سال و نیم تو سپاه خدمت کردم اما اینا دارن از یه قاتل حمایت کرد درد من اینه چرا تو سپاه پاسداران از قاتل حمایت کنن و توهین کنن رسما میگن ایشون توهین کردن میگن یه غلط کردید اون توهین شد غلطی دیدید چه برخوردی سرداریه مجلسشان میاد میگه مجلس قاتلم دارن میاد بازداری بالاخره خدایی هست شما آراد پیغمبری قاتله قاتل چرا رضایت میدم بچه خودتم اعدام خود میکشتم رضایت میدادی چه توقعی بیخودی من مرد بودم اعدام کردم حکم خدا رو جاری کردم تو برای چی میگی مرد بودی رضایت میدادی تو مرد نیستی تو داری مرد نیستی